بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز عاشورای حسینی در جمهوری اسلامی پاکستان مرکز اسلام آباد هستیم. به یاری خداوند بزرگ و همکاری و همراهی پناهجویان عزیز در کشور اسلامی پاکستان جلسه بسیار منظمی را اینا سپری کردند و امیدوار هستیم که نظر و نظرات که امروز دوستان تدارک دیدن انشالله به وجه احسنش دوستان ما، عزاداران ما، مهمانان ما خدمت شوند و در خدمت همه دوستان قرار داریم. اجر همه با خدا. چه که شما ببینین همون رسم و عنعنات هزارگی هستند که اینا معمولا هر سال در مراسم عاشورای حسینی به حساب وطنی گوشت کوچه تنظیم میکنن، جور میکنن با زحمات زیاد. امیدوار هستیم که با برکت از این روز مشکل افغانستان، مشکل مردم ما، مشکل پناهجویان ما همگی با آنچه که قرآن میخواد، با آنچه که اسلام میخواد انشالله حل شود. سلامت باشید. تستان یک نفر دیگه هم رای کن. احمد جان. زیاد شلوغ کربلایی است. زیاد شلوغ شد کار خراب میشه. کجا؟ الایو لالای پس در استاد کرک نه چکا یعنی عرق اختیاری نیه نه
بیادر پاسا لگاد من سرپوش رو سرپوش لگاد من چیزی کامور دیو نبود رفتم نبود بیا بچه ها کنی نموتی بیانا در بیاد موتی مدینه کای روم جا من هستم باز درت بابا فدای ریش پرخونه روحیه دخترت بابا فدای ریش پرخونه روحیه مادر جان دختران امروز مرا تنه زدن کی همه گفتن چرا نمی آید تو را خالی فدای ریش پرخونه روحیه فدای ریش